خب امروز که تموم شد، فردا یه دوره همیه اینجا و من این 2 هفته‌ای که توی مزرعه توی ایتالیا بودم تموم میشه و میرم به سراغ یکی دو روز میچرخم، میرم سراغ مزرعه بعدی. 2 خانواده‌ان که خیلی وقت، یعنی ایتالیایی نیستن مثل این خانواده، خیلی وقت سفر میکردن، هم تو ورکوی کار میکردن، الان دیگه یه چند سالیه که رفتن ایتالیا، موندگار شدن و دیگه خلاصه یه زندگی درست کردن، دارن سعی میکنن که آفگرید زندگی کنن. تجربه ایتالیا، این سفر خیلی خفن بود. این تیکش یه خانواده با یه بچه که تازه به دنیا اومده و 3 هکتار زمین و یه جوون ایتالیایی با زنش، دوتایی دارن اینجا رو میچرخونن زمین. این تجربه که من داشتم، یعنی هر کسی که دیدم زمین داشته، زمین از پدرش یا مادرش یا از خانوادهش بهش رسیده و یه 2 ساعت و نیم با شهر فاصله داره، اصلا هیچ صدایی نمیاد، خیلی عجیبه. حالا تو ویدیوها میبینید. یه بار 2 بار صدا هواپیما شنیدم. 2 هفته است تقریبا قند نخوردم، هرچی اینجا تو زمین بوده خوردیم، حالا با پاستا و برنج. بعد نوشیدنی قندی نخوردم، برای خودم جالبه. یه ذره سخت بود چون بالاخره تخم مرغ که تا هفته یه بار نون میپختن، ولی بخاطر همین نون اونقدر در دسترسمون نبود. یا مثلا تخم مرغ اینجوری نبود که همیشه باشه، وقتی بود که خب مرغ تخم میذاشت. ولی خب تجربهش متفاوت بود، از بردن بوزا بیرون تا 2 خر داشتن، ولی باحال بود از اونو مراقبت کردن و که باید کلا هم چیدن محصولات، حالا لوبیاس فلان یا از گوجه است، کدوه و یا کاهو و سبزیجات دیگه است. جالبیش اینه که این کار رو داره فقط با طریق ورکوی میکنه، یعنی اصلا این کار حداقل 5 تا آدم کاری که این بنده خدا میکنه میکله و اصلا اینجوری نیست. کار خیلی سنگینیه، صبح تا شب پا میشه، درگیره، دوستاشو نمیبینه، سفر نمیره و خانومش هم بچه بده است، حالا جاشون رو عوض میکنن و اینا. حالا من تو این تجربه که بودیم با یک پسر آرژانتینی بودم که هنوزم هست، اون 1 ماه میمونه، و با یک پسر آرژانتینی بود، ایتالیایی بود که اون فکر کنم مثلا دوستای قدیمیشون بود که مطمئنم، ولی 2 هفته بیشتر نموند دیگه. من رسیدم اون چند روز بعد رفت. و اینکه خب زمستون خیلی سرد میشه اینجا، و اینکه برام جالب بود اینکه داره کارو جمع میکنه، یعنی اینا با نون فروختن و نمیدونم محصولات فروختن و صابون درست کردن و آب سیب گرفتن و مربا دارن روزمره زندگیشون رو میگذرونن. بالاخره حالا مثل من شاید و زندگی حالا پرخرجی هم ندارن، چون مثلا تو شهر نمیرن. حالا اینجوری هم نیست شاید مثلا یهو برن نمیدونم 2 هفته 3 هفته تایلند سفر کنن، برن تو آسیا اروپا بگردن، ولی بالاخره داره زندگیشون میگذره. هفته یه بار نون میپزن 20 تا، مثلا دونه $4 میفروشن میشه 80 یورو، چیزی هم نمیشه، ولی داره زندگیشون میگذره. و یه خوبی که داشت اینجا این که خب خیلی از همه چی دور بود، بقیه جا هم که رفتم همشون دور بودن، ولی خب تو دیگه هیچ خرجی و تقریبا نداری اینجا، که وقتی وارد میشی دیگه خودت. جای خوابمون خیلی خوب بود، بالاخره مثل جای قبلی چادر نبود. غذا اصولا اینجوریه که اینجور جا برای درست میکنن، چون دیگه خودتو مشغولی سر کاری، ظهر میرسی مثلا یه غذایی رو حالا اون کسی که اونجاست درست کرده، ولی اینجا یه بار فکر کنم فقط غذا درست کرد و همین. و بقیه باز خودمون درست میکردیم. اینجا هم دیگه فقط پاستا دیگه، حالا پاستا رو بکن تو گوجه، پاستا رو بکن تو بادمجون، پاستا رو بکن تو فلان، یعنی یه جایی دیگه خسته میشی از پاستا. حالا درست نون میپزی هفته یه بار یه پیتزایی هم حالا میخوری، ولی خیلی فرق داشت خورد و خوراک. و داینامیک بین این زن و شوهره خیلی جالبه، چون وقتی به من گفت که تو چی کار میکنی، پارتنر داری، من اینجوری بودم که نه، اینجوری بود که آره بابا چه کاری هستم پارتنر داشتن، و مثلا اینجوری بودم پارتنر مثلا الان کاریم خواهرمه مثلا، خیلی براش اینجوری بود که آره ای. و حالا توی یونان خانم جدا شده بود، 2 بچه داشت، توی ترکیه یه بچه کوچیک داشتن، ولی خیلی وقت بود با هم بودن. و تو وقتی بچه دار میشی
تمام دغدغه‌های زندگی عوض میشه. ممکنه تا 3-4 سالگی تو اوکی باشی اینجا، ولی خب بعد 4 سال مدرسه میخواد، تازه اگه بخوای نخوای هوم اسکولش هم بخوای بکنی، خودش گرفتاری خودشو داره و یهو ممکنه به خاطر بچت مثلا اینجوریه که خب اوکی این یه زندگی اجتماعی میخواد، من 200 از همه چی دوره. حالا آدم با بچه هم چقدر مگه میاد اینجا؟ ولی کار تا هرچی بوده الان دوتایی در اومده. کار الان این پیش خانواده هم که قرار میان اینا کاپلن. خیلی هیجان دارم که ببینم اتفاق بعدی که میخواد بیفته برام چه شکلیه. و بعضی موقع ها دوست داری یه استراحت، حالا البته یه موقعی یه روز در هفته مثل امروز که من داشتم روز استراحتم بود، کاری نکردیم، حالا داشتیم بیشتر آماده میشدیم برای فردا که مهمونا قراره بیان. ولی حالا من شانس این داشتم که تونستم، حالا ایتالیا جاش میگم واقعا فرق نداره، ولی اینجور سفر کردن صورت کار داوطلبانه و اینکه میبینی که خب من خودم همیشه میخواستم این تجربه زیسته رو داشته باشم و میای اینجا میبینی داره میشه، حالا با 2 نفر به خون و دل و خون و جگر میشه ولی در نهایت اتفاق میفته. و اینا هم تا حالا از باحالی ایران اینه که اینا هم اصولا از ایران کسی رو نداشتن بینشون، و اینکه در مورد ایران مثلا همین میکل و اینجا در مورد ایران میخواست بدونه، در مورد اسرائیل اصلا تو جنگ چه اتفاقی افتاد و اصلا قصه خاورمیانه چه شکلیه و خیلی تجربه جالبیه وقتی با آدم عوض میکنی یا غذای آدمای مختلف رو میخوری یا میشینی دوباره. خیلی احساس میکنم خیلی از این قصه دور افتاده بودم، اینکه دوباره میشینم سر یه میزی که 5 تا ایتالیایی دارن تون تون بلند بلند حرف میزنن، دستاشون رو تکون میدن و تو یهو اینجوری میشی که چه باحال، نمیفهمم ولی داره حال میده. و اینکه دوباره به اونجا میرسی که 5 نفرین، هر کدوم از یک کشورین، تو آهنگ خودتو میذاری، از داستانات میگی، اصلا از یه دغدغه‌ای میگی که اونا پشماشون میریزه که بابا مگه میشه از هنوز این قفل باشه توی کشوری، و تو میگی بابا آره ایران دیگه قفل این چیزا. و آدمایی رو میبینی پر جرأت، پر جربوزه و اصلا این تجربه نشستن با آدمای مختلف 10 سال بود که یادم رفته بود، طولانی مدت. بعد تا 11-12 میشینی باشون حرف میزنی و خب ایتالیایی هم خیلی باحالن، اصلا نوع دیالوگشون، دست تکون دادنشون، اصلا اینکه باشون میشینی یک احساس خیلی دوری نمی کنی. ولی هنوز اون کامیونیتی، اون آدمایی که تعدادشون زیاده و بیشتر پیش میاد که همه یه کاپل بودن و اینا، یعنی آدمایی نبودن که چند تا آدم با هم جمع شده بودن. امیدوارم تو اسپانیا یا پرتغال، دارم فکر میکنم شاید اصلا برم به سمت تونس، و چون تو تونس جایی رو گشتم و یه جای باحالی رو پیدا کردم، امیدوارم که در مورد همین گنبد خونه‌های گنبدی و با گل و با خشت و اینا میسازن تو تونس، و اگر بشه برم اونجا خیلی کار خفنی میشه. و اینکه اصلا نمیدونم منم پس فردا دوباره قراره با چه خانواده‌ای 2 هفته دوباره میری. اصلا ببین زیر 2 هفته که اصلا فلش کن، هیچ جا نمیتونی اصلا. تا 2 هفته میشه تو فقط آدما رو بشناسی، باهات صمیمی میشن، کارا دستت بیاد و همشون هم اینجوریان که مثلا زیر 2 هفته قبول نمیکنی، تا 1 ماه دیگه مثلا باید حداقل باشه 2 هفته تا 1 ماه. و اصلا من با این خانواده تا 2 هفته مثلا اون هیومر میکله دستت میاد یا آندره، بعد میتونی باهاشون هنگ اوت کنی، باباشو میبینی، دوستاشو میبینی، اصلا نزدیکتر میشی و دوباره بعد خدافظی کنی. خیلی دوستشم میتونستم بیشتر بمونم، ولی احساس میکنم اینجا برم جنوبتر خانواده دیگر امتحان کنم، ولی بیشتر آدمایی که میبینم اینجا همشون 1 ماه 2 ماه میان میمونن. اینکه دوباره تو خودم و تو اون شرایطی قرار دادم که هی از اول دوباره سلام علیکم، تو کی، چجوری نگاه میکنی، چجوری زندگی میکنی، اخلاق چجوریه، پارتنر چجوریه، با بچه چجوری داری دیل میکنی، همسایه‌هات کیان، دوستات کیان، خیلی حال میده. و امیدوارم میگم بتونم از این خانواده ها یه چیزی یاد بگیرم، یه سوغاتی با خودم بردارم بیارم ایران و تو ایران کار خفن تری بکنم و بتونم تو زمین خودم
همین کارهایی که اینا دارم میکنم خودم و اونا نداره، ولی امیدوارم که بتونم، چون الان دارم همون کاریه که میخواستم تو ایران بکنم دارم تو زمین همینا میکنم، هیچ کدومش مال من نیست، خبری هم نیست و باحاله. و حالا تا ببینیم این واسه این 3 هفته، این 3 ماه اخیر که گذشته از شیراز تا حالا برم تا پس فردا دوشنبه میشه برم ببینم در خانواده بعدی چه خبره.